از دل کوه‌ها و دشت‌های خاموش صدایی برخاست، صدای مردی که جهان را به عدالت خواند. کوروش کبیر، فرمانروای پارس، نخستین منشور حقوق بشر را بر جهان عرضه کرد. ایران، سرزمینی که تمدن و قانون را در هم آمیخت. در بلندای تخت جمشید دستهای مردمان سنگ نشاندند تا شکوه را بسازند، اما زمان گرد خود را بر هر شکوهی می نشاند. شمشیر آمد و تخت جمشید در شعله‌ها سوخت و تاریخ زخمی بر چهرش انشاند. پس از قرنها فراز آورد، انوشیروان معنا یافت، اما جهان صبور نبود. مغولان بیرحم از شرق تاخت و باز ایران برخاست. صفویان برآمدند. در دوران صفویه دیوارها آینه شدند، فرهنگ و هنر تاج بر سر نهادند و ایران دوباره صدای خویش را یافت. روزگار گذشت و ایران در پیچ و خم تاریخ، گاه در اوج و گاه در آزمون دشوار پیش رفت. سالها گذشت تا به روزهایی رسید که جامعه بار دیگر دگرگون شد. ایران امروز با زخمهایی بر پیکر، اما با نوری در چشم رو به فردا دارد. و اکنون تاریخ کتابی نیست که بسته